доираи сафари расмӣ президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз шаҳри Душанбе ба вилояти Суғд сафар карданд. Меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бусел намуданд. صبح امروز پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در ادامه سفری رسمی خود به جمهوری تاجیکستان به شهر بوستانی خوجند ولایت سوغد تشریف آوردند. مهمانی عالی قدر را اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راهبریت و نمایندگان اهل جامعه ولایت سوغد با رعایت عنعنه و سنت‌های خاصی همسایگی، دوستی و رفاقت و مهر و محبت گرم و صمیمی استقبال گرفتند. اراده سیاسی راهبران هر دو دولت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در مناسبت‌های بین تاجیکستان و ازبکستان مرحله نو را آغاز بخشید. سال 2018 گذرگاه‌های سرحدی بین تاجیکستان و ازبکستان افتتاح گردید. ملاقات‌های دوجانبه و گفت‌وشنیدها، سفرهای دولتی سران هر دو دولت، امضای سازشنامه‌ها درباره شریکی استراتژی میان کشورهای دوست و برادر و تأمین رفت و آمد آزاد شهروندان و تحکیم و گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، گومانیتاری و علمی فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان زمینه گذاشته است. در دایره سازشنامه‌های بین‌الدولتی رابطه‌های منطقوی ولایت‌های هر دو کشور در ساحه‌های گوناگون انکشاف می‌یابند. در نظر است که راهبران هر دو دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف ضمن سفر از کارخانه‌های صنعتی، انشاءات انرژتیکی، موضع‌های تاریخی و فرهنگی ولایت سوغد جمهوری تاجیکستان بازدید به عمل می‌آورند و با نمایندگان دایره‌های صنعتی و تجارتی، صاحبکاری، اهل علم و فرهنگ و زیای ولایت ملاقات و صحبت‌ها انجام می‌دهند.